یک سال پیش شورشیان سوریه شهر به شهر پیش می رفتند. اما مدتی است چیزی تغییر کرده. شورشیان میگویند یکی از قدرت‌های همسایه به کمک دولت سوریه آمده. ایران هم تدخل الأجنبي في سوريا وهذا دليلنا الوحيد والقاطع ولا يمكن لأي أحد من أن ينكره. سپاهیان ایران در خاک سوریه هستند و شانه به شانه ارتش بشار اسد می‌جنگند. وقتی این فیلم محرمانه به دست شورشیان افتاد، برای اولین بار ابعاد پنهان حضور ایران در جنگ سوریه آشکار شد. این داستان دو مرد است. فیلمسازی جوان و فرمانده‌ای با تجربه. هر دو گرفتار جنگ در کشوری بیگانه. داستان مرگ و زندگی و چهره واقعی مردانی که در سایه می جنگند. ایران فرستادن نیروی نظامی برای کمک به بشار اسد را انکار می کند. اما این فیلم سندی است بر جنگ پنهان ایران در سوریه. فرودگاهی نظامی در دمشق، پایتخت سوریه. مسافر هلیکوپتر این مرد است. هادی باغبانی، فیلمساز 30 ساله ایرانی. در دومین سفرش به سوریه مأموریتی حساس یافته. او این بار از سپاه پاسداران ایران در سوریه فیلم می‌گیرد. حلب در شمال سوریه، شهری که در درگیری طولانی میان وفاداران به بشار اسد و مخالفانش دوپاره شده. و اینجا دوست و همراه هادی است که از او فیلم میگیرد. از شمال شهر تهران تا حلب خیلی فاصله است. اینجا فکر می‌کردی خودت بیای یه روزی؟ هادی به یکی از آرزوهای قدیمیش رسیده. دوست داشتم ولی موفق شدن چیزی به خدا بود. اما فیلم ساختن از جنگ سوریه بازی کردن با آتش است. خطر اونجایی که میگن مرگ باشه. اینجوری آدم نگاه کنه همه جا میتونه مرگ دنبال آدم باشه. شهریور امسال گروهی از مخالفان مسلح سوریه با رسانه‌ها تماس گرفتند و گفتند بعد از یک درگیری دوربینی به دستشان افتاده که ادعای قدیمیشان را ثابت می‌کند. می‌گفتند فیلم‌های دوربین نشان می‌دهد نیروهای ایرانی در سوریه هستند و به بشار اسد کمک می‌کنند. الحمدلله واجهنا هذه المجموعة الإيرانية وأخذنا هذه الكاميرا كانت خير دليل وبرهان على هذه الأمور فلم يكن نحلم أصلا بحصولنا على هذه الكاميرا فهم كما سترون يصورون بعضهم منذ أول يوم أتوا فيه إلى سوريا. شورشیان لوگوی خودشان را روی فیلم گذاشتند و آن را با لینک خصوصی یوتیوب برای ما فرستادند. آنها همچنین گفتند کارت شناسایی یکی از فرماندهان ایرانی هم به دستشان افتاده. هوية اسماعيل علي تقي حيدري. هذه الهوية لا تعطى لأي شخص كان تعطى فقط للقائدين. هذه الهوية تخول لحاملها التجول في كامل الأراضي السورية بأسلحته بالعدد الذي يرافقه الذي يريده. يعني إذا كان معه 100 شخص مسلح فهو يكفي لحامل هذه البطاقة بالتجول في أي مكان يريده في داخل الأراضي السورية. اما آیا شورشیان راست میگویند یا این یک بازی پیچیده برای فریب رسانه هاست؟ اینجا لندن است. دفتر BBC. تیمی از روزنامه‌نگارها ویدیوها را ثانیه به ثانیه بررسی می کنند. ویدیوها در شمال سوریه ضبط شده‌اند. در 3-4 روز آخر مرداد امسال.
زبان، نوع لباسهای نظامی، تجهیزات و مشخصات جغرافیایی همه نشان می‌دهد که فیلم‌ها واقعی هستند. برای اطمینان بیشتر سراغ روزبه کابلی می‌روم، خبرنگار ایرانی تلویزیون هلند که مشغول بررسی همین تصاویر است. من هم عربی صحبت می‌کنم هم فارسی. وقتی تصاویر رو دیدم کاملا واقعی به نظر می اومدن، با مناظری که من از شمال سوریه، از آلپو و استان ادلیب میشناختم هم کاملا جور در می اومد. تصاویر واضحن و نشون میدن که نقش ایران در سوریه چی هست. اگر به CIA یا به موساد میلیون‌ها دلار هم بدید که همچین فیلمی بسازن، موفق نخواهند شد. این اولین باره که همه فیلم‌های هادی کنار هم قرار می‌گیرن تا تصویر بزرگتری از جنگ سوریه نشون داده بشه. فیلم‌های هادی بنا نبودن که پخش عمومی بشن و مخاطب اصلیشون فرمانده‌های سپاه پاسداران در تهران بودن. کسایی که می‌خواستن ببینن سپاهیان ایرانی در سوریه دقیقاً چه وضعیتی دارن. دوربین هادی اینجا روشن می‌شود. پایگاهی نظامی در شهر حلب، در منطقه تحت کنترل دولت. نوشته‌های فارسی و عربی روی دیوار میگوید تصویربرداری با موبایل ممنوع است. اما ظاهراً این محدودیت شامل هادی نمی شود. سربازانی که در این استراحتگاه هستند همه ایرانی هستند. آنها حتی امام جماعت خودشان را دارند. این علیرضاست، تعمیرکار اسلحه که از اهواز آمده و برای همین عربی را خوب صحبت می کند. میگوید 1 سال در لیست انتظار بوده تا به اینجا برسد. حالا مثلا من میخوام این رو در برم، باید تنظیمش کنم، توی شعله پوش به این بزرگی گذاشتی، خدا خیرت بده. اینا رو رفع کنن، نگن آقا چه کار است. منم بعد شرکت سازنده بله نه ساخت خودمونه، ساخت ایرانه. گفتگو با علیرضا نشان می‌دهد اسلحه های ایرانی در سوریه کم نیست. بهشون بگیم که تو عمل فرق می‌کنه، با تمرین فرق می‌کنه. جنگ سوریه فرصتی شده برای ایران که سلاح‌هایش را در جبهه‌های نبرد آزمایش کند. این اتاق هماهنگی بین یگان هاست. مسئول بیسیم هم یک ایرانی است. هادی سعی می کند سر صحبت را با او باز کند، اما این مرد چندان از حضور دوربین در این اتاق حساس خوشحال نیست. در نهایت هادی موفق می شود خود را با یکی از این یگان ها همراه کند. یگان اسماعیل. یگان اسماعیل در جنوب شرقی حلب فعالیت می کند. خط مقدم نبرد با شورشیان. آنها مستندساز جوان را میبرند تا در مناطق ناآرام حلب چرخی بزنند. کجا می‌خوایم بریم؟ الان یه جای میبریم. الان یه جای میبریم فیلم رو بچرخون. ما چیز بگیریم. هر وقت دوربین بچرخون هم تو تمام این ساختمان‌هایی که اومده پایین رو بگیریم. سمت چپ. الان منطقه سمت چپ. چه خبره چپ اسمش سرون؟ اینجا خطر اونا میزنن الان. اینجا ما ممنوع هستیم، ولی خب الان به خاطر کار روی تو که فیلم بگیرید تصویرت مستندتر بشه، خیلی حلب و راموسه بعد مطار و اینا رو بگیر. الان مجعلا فهمیدی مال چی بود؟ آره مجعلا رو اینجا باید بکنید. الان آروم آروم دوربینت بره سمت چپ. این خونه ها مستندن؟ زدن ولی بعد وقتا دوباره میرن داخل این قناصه میزنن دیگه. این خونه الان خراب شده است دیگه. مثلا اونایی که این سر زدن الان هم بعد وقتا میاد داخل ایران با تکرار. پایگاه ایرانیان محله‌ای در جنوب شرقی حلب است. ذهبیه. BBC تصمیم گرفته به دلایل امنیتی محل دقیق پایگاه را نشان ندهد. این اسماعیل حیدری است، مردی که شورشیان کارت شناساییش را به ما نشان دادند. در 1.5 سال گذشته، یعنی از آغاز جنگ داخلی، 8 ماه در سوریه بوده.
او یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم هادی خواهد بود. سلام علیکم. عزیز دل ما اومد اینجا که فیلم‌های مستند دیگه من بعد هر کاری بکنیم شما جزء افرادی هستی که تو فیلم دادن نقش اول شما. این فیلمبردار چیزهایی رو می‌بینه و اجازه داره ببینه و فیلمبرداری بکنه که شهروندان عادی ایران اجازه دیدنش رو ندارن. ایران به طور رسمی موضعش این هست که ما در سوریه حضور نظامی نداریم، ما کمک انسانی و کمک اقتصادی میکنیم به سوریه، ولی این فیلمبردار داره حضور نظامی ایران رو در سوریه به تصویر میکشه. اما سپاهیان ایران در سوریه چه کار میکنند؟ سپاه پاسداران با آغاز انقلاب اسلامی شکل گرفت. برای پاسداری از انقلاب اسلامی جنگ ایران و عراق آزمون سختی برای این ارتش تازه پا بود. سپاه پاسداران در این مدت با بسیج عمومی و همراهی جوانان داوطلب توانست جلوی ارتش مجهز صدام حسین را بگیرد. در همان سالها برخلاف رهبران دیگر کشورهای عربی، این حافظ اسد رئیس جمهوری سوریه بود که شانه به شانه رهبران ایران ایستاد و در بحبوحه جنگ به آنها سلاح رساند. حال که پسر او بشار اسد به درد سر افتاده، نوبت ایران است که لطف سوریه را جبران کند. Some might say that the Iranians themselves are deluding themselves, that Syria is a much different country from the Islamic Republic. But still the mission is there. The idea that Shia and Islam link Iran and Syria in an effort which is greater than just simply one or two battles in the field. ایران با اتحاد با عراق و سوریه و حزب الله لبنان توانسته محوری شیعی در خاورمیانه تشکیل دهد. ابزار ایران برای فشار بر اسرائیل. شاخه برون مرزی سپاه پاسداران این بخش از سیاست خارجی ایران را پیش میبرد. سپاه قدس که همانطور که از اسمش معلوم است، هدف نهاییش آزادسازی بیت المقدس است. نبرد با اسرائیل ممکن است در سیاست خارجی ایران تبدیل به یک شعار شده باشد، اما در ذهن فرماندهان سپاه قدس عمیقاً حک شده. من از خدا الان تو سوریه شهادت نمیخوام، یعنی همون چیزی که حضرت آقا گفتن دوستان ما برن توی سوریه نه برای شهادت، برن برای مبارزه. من از خداوند شهادت رو زمانی که در مقابل اسرائیل، یعنی در مقابل دشمن حقیقی ما صهیونیستا میخوام بجنگیم، اونجا ان شاءالله، یعنی من بزنم صهیونیستا رو بکشم و اونجا خداوند ان شاءالله توفیق شهادت به من بده. اسماعیل میگوید آیت الله خامنه ای رهبر ایران به آنها دستور مبارزه در سوریه را داده و این برای اثبات حقانیت آنها کافی است. جبهه‌ای که ما داریم می‌جنگیم جبهه مثلا بگیم فرض دولت سوریه در مقابل مردم سوریه است، نه چنین چیزی نیست. یعنی خیلی از مردم هم این اعتقاد دارن که جبهه الان سوریه جبهه اسلام در مقابل کفره، جبهه حق در مقابل باطله. چرا که ما عقیدمونه که جبهه اینور حقه، به این جهت که جبهه اینور مدافعش حضرت آقاست، جبهه اینور مدافعش سید حسن نصرالله، جبهه اینور بچهای ایران هستن، حزب الله هستش، مجاهدین عراقی هستن و جاهای دیگه، مجاهدین افغانی هستن. اینا اومدن. جبهه اونور کیه؟ اسرائیل. جبهه اونور کیه؟ عربستان هست. جبهه اونور کیه؟ ترکیه هست. جبهه اونور کیه؟ قطر، پولهای اماراتی هستش که میاد. امریکا هست، انگلیس هست، فرانسه و کشورهای اروپایی که با اینا همخوانی. یعنی این نشون میده که جبهه ما جبهه حقه. فرمانده گروه این مرده، اسماعیل، و این هم دست راستش یحیی. هر دو عربی رو خوب صحبت میکنن، اما چندان جوان نیستن و نکته اصلی همینجاست. The Quds Force officers that have gone into Syria are there for training, basically. So they're experienced fighters. They've seen action on the ground in Iraq. Many of them have trained Hezbollah in Lebanon and trained Hezbollah in Iran itself. So they're elite, and an elite in the sense of experience. So it's not surprising to me that many of them are older. سپاهیان ایران در قلب سوریه میکوشند دل مردم را به دست آورند.
اسماعیل به صراحت از رفتار ارتش سوریه و دولت بشار اسد با مردم انتقاد می‌کند. مسیرایی که میریم اینا ماشینای ارتششون با سرعت میرن بی‌اعتنایی به مردم بلنده، ولی ما میریم مسیر آرومتر میریم. یعنی اگه مسیر مثلا گرد خاک باشه، جاده خاکی باشه، خیلی آروم میریم، مردم گرد خاک نخورن، به هر کی رسیدیم سلام میکنیم. یعنی مردم با همین برخوردها به ما اعتماد کردن. متاسفانه برخورد اولیه که دولت توی مقابله با ارتشاش کرده چون خوب عمل نکرده کشید به اینجا. ولی خب الحمدلله جمهوری اسلامی ایران اسلام گفتم رأفت داشته باشیم. ما باید اینا رو به اینا یاد بدیم. اینا رفیقای من. عمار یک. اینا رفیقای منن. آقا بخوام کار داره. عمار هستم. شما میتونید پیغام بهش برسونید؟ احترام به مردم در دستور کار است، اما جلوی شوخی‌های متعصبانه را نمی‌گیرد. بله محفوظ شد. زمانی که اینجا عملیات می‌کردیم هیچ آدمیزادی نبود. یعنی اهالی هم تخریب کردن. الان نیست، عربن همشون. سوار ماشین. سلام کنیم باهاش. ایشون سرهنگ این منطقه است. فرمانده منطقه. سلام علیکم. سلام علیکم. حبیبی. کیفکم؟ کیفک؟ الحمدلله تمام. سلامتی الحمدلله. في خدمتك. وينه؟ ایران به تجربه فهمیده که قوی ترین سلاح همراه کردن مردم با خودشه. تجربه‌ای که در جنگ ایران و عراق به کمکش اومد و حالا داره به سوریه تجویز میکنه. ایران در سوریه به دنبال ایجاد یک بسیج عمومیه. بسیج سوریه نیروی دفاع وطنی نام گرفته. سپاهیان ایرانی این نیروهای داوطلب را هم در سوریه و هم در ایران آموزش میدهند. هرچند خیلی از این دوستانی که الحمدلله ما با اینا کار میکنیم قبلش آموزشیده خود ما هستن تو ایران آموزش ما، یعنی چون ما رو میشناسن خیلی راحت‌تر با ما کار میکنن و با رویات ما آشنا هستن. نیروهای دفاع وطنی شبکه‌ای از شبه نظامیان حامی دولت هستند. علویان، شیعیان و مسیحیان در آن حضوری پررنگ دارند. پیشروی در جبهه‌ها به نیروهای دفاع وطنی واگذار شده و ارتش تنها با هواپیما و سلاح‌های سنگین از آنها پشتیبانی می‌کند. اما وظیفه سپاهیان ایران تنها آموزش شبه نظامیان سوری نیست. مشاوران نظامی ایران گاه خودشان هم وارد گود جنگ می‌شوند. مثلا یکی از کارهایی که انجام میدیم شناسایی رزم هست. شناسایی شبا میفرستیم برای شناسایی، برای کسب اطلاعات منطقه، وضعیت منطقه. نوع برخوردام که با مناطقی که الان شناسایی میشه چند جور است. یا محل تجمعش ما شناسایی میکنیم با گوله، توپ یا ادوات میزنیم. مناطق ترددشون رو، روش دوم مناطقی که تردد میکنن ماشیناشون میره ولایزا شبها و یا بعضی از روزها کمین میذاریم و یا مینگذاری و بمبگذاری میکنیم. و روش سوم هم روش دستبرده که اتفاق افتاده ما هجوم میاریم منطقه‌ای که اینا تجمع دارن، یه عملیات انجام میدیم، میزنیم، اینا رو نابود میکنیم، دوباره برمیگردیم تو منطقه خودشون. اما استراتژی ایران چقدر موفق بوده؟ الیوت هیگینز متخصص اسلحه است. او هزاران ویدیوی آنلاین از جنگ سوریه را بررسی کرده. با این حال میگوید فیلم‌های هادی برایش چیز دیگری بوده. The Iranian intervention has been quite useful for the Syrian army. The big problem I used to see a lot in Syria is you'd have a situation where you'd have tanks driving into towns unsupported by infantry because the infantry couldn't really be trusted because they came from Sunni populations and that's most of the opposition's from Sunni populations. So the situation you're having now is you're seeing more of these videos with the tanks, but now you're seeing them supported by infantry, and I believe a lot of these are more likely to be coming from the National Defence Force. شبی آرام در پایگاه سپاهیان ایرانی.
ساده میشه شهید نمیزنه عربی بخونید هیچ اسمو بالعربی حالا ترانه میخوند دیگه الان چی شد؟ همون عربی شده گروه برای نماز دور هم جمع شده اند. فرصتی دیگر برای یحیی تا با همسنگرانش شوخی کند. منو کلوزآپ بگیر چون معلوم نیست چه فیلمی خواهد شد بعد شهادت رو نگاه میکنیم که میخنه تو که گریه نداری یعنی هوا هم میگن کف سره کار کنه. خورشید در حلب طلوع می کند. امروز روز آرامی نخواهد بود. گزارش شده شورشیان به یکی از پایگاه‌های دولت نزدیک می شوند. محلی به نام مرغداری در جنوب حلب در ناحیه تل ازان. کجا می‌خوام اسمش چیه؟ فرصتی برای هادی تا از یک نبرد واقعی فیلم بگیره. خیلی مهمه اگه اینو بگیرن یگان اسماعیل به پایگاه نیروهای دفاع وطنی می رود تا نیرو و مهمات بیشتری با خود ببرد. از رانندگی با ملاحظه دیگر خبری نیست. پایین هجوم آوردن و از سمت تپه خودش. وضعیت اضطراری است. دو وانت پر از سرباز به مرغداری می رسند. نه. اینجا انعکاس صورت هادی در شیشه ماشین. او لباسی نظامی به تن دارد. یک دست دوربین و یک دست کلاشنیکوف. فیلمسازی مستقل یا رسمنده‌ای پرشور. یحیی دیگر شوخی نمی کند. این فرمانده پرتجربه می داند چه می تواند در انتظارشان باشد. حالا نزدیک به 40 رزمنده در این پایگاه جمع شده اند و یگانی متشکل از سربازان و مشاوران نظامی ایرانی. همه این مردان می دانند که حمله نزدیک است. اسماعیل و یحیی با یگانشان برای شناسایی منطقه وارد دشت می شوند. اصلا اون داخل باغش میبته نه؟ هادی خطر را احساس می کند. وضعیت معلوم نیست. شاید داخل هر ناحیه در نگاه اول گروه ایرانی مجهز به نظر می رسند. اسماعیل متوجه حرکتی در افق می شود. آنچه ایرانی ها نمی توانند ببینند این است. این تصاویر همزمان توسط فیلمبردار شورشیان ضبط شده. آنها هم تعدادشان بیشتر است، هم اسلحه هایشان سنگین تر. ایرانی ها به سمت کمین آنها می روند. گلوله و خمپاره آنها را زمین گیر می کند. یحیی خطر را حس می کند و عقب می نشیند. هادی هم سعی می کند همین کار را کند. اما دیگر دیر شده. این آخرین تصاویری است که هادی ضبط کرده.
2 روز بعد جسد اسماعیل حیدری با احترام نظامی در ایران دفن می شود. سندی دیگر بر جایگاه مهم او در سپاه پاسداران ایران. و این هادی باغبانی است، با بدنی آغشته به خون. کشته‌ای دیگر از ایران در جنگ سوریه. هادی نتوانست همسرش مریم و دختر 3 ساله اش را بار دیگر ببیند و فیلمش را که زحمت بسیاری برایش کشید. Say what you will about these men, but at the end of the day, they went into Syria not because they were evil, but because they wanted to do a job, maybe out of religious duty, maybe out of military duty, maybe out of love for Iran and what they thought it could do abroad. And some of those men died there. ایران هنوز هم حضور نظامیش را در سوریه انکار می‌کند. سپاه اصلا حضور فیزیکی نداره. ولی اصلا حضور فیزیکی نداری. یعنی در لبنان و سوریه الان نمی‌گه سپاه حضور. عده‌ای میگویند ایران برای حل بحران سوریه پا پیش گذاشته. شورشیان اما میگویند ایران جنگ سوریه را تبدیل به نبردی فرقه‌ای کرده. ایرانیین يعني لديهم أغراض لا نعرفون وهم يريدون أن ينشروا المذهب الشيعي في المنطقة وهم يقومون باستخدام العناصر الطائفية منهم العلوية ومنهم الشيعية فقط لتنفيذ مهامهم وتنفيذ مخططهم الشيعي في المنطقة. The struggle that the Kurds see themselves engaged in has ironically shifted from a struggle against Western imperialism and Israel into a sectarian struggle against Sunni fighters and their foreign assistance coming from Gulf states. It's been sucked into this sectarian violence in Syria. And that's why I call Iran's role in Syria akin to Vietnam. داستان هادی و اسماعیل نشانه است از جنگ پنهان ایران در سوریه و تصویری از یک تراژدی بزرگتر. بیش از 100,000 سوری در جنگ داخلی کشته شده اند و مرگ 2 انسان دیگر تنها گوشه است از این فاجعه انسانی.